امروز اومدم توی این ویدیو یه سبک جدیدی رو بهتون آموزش بدم که توی کامیونیتی خارجی ها خیلی سبک معروفیه و اکثر ادیتورها دارن یه همچین ادیتی میزنن تا پورتفولیوشون رو قوی کنن و کلا سطح کارشون رو به کارفرماهاشون در واقع یه جوری شواف کنن و نشون بدن که سطحشون چقدره. امروز من اومدم یه تیکه‌ای از مصاحبه یکی از اساتید دانشگاه تهران رو برداشتم و حالا خب کاتاشو زدم و یه همچین ویدیویی زدم. ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. الزاما هر نظری محترم نیست. نظر نازی‌ها محترم نیست، نظر زاهش محترم نیست. اساسا احترام مال نظر نیست. نظرها یا معتبرن یا معتبر نیست. یا اگر بخوام مبتلا به نگاه سیاه‌وسفید نشیم، نظر معتبر، نظر غیر معتبر، میگیم هر نظری به درجاتی معتبره. احترام مال اون صاحب نظره، مال آدم است. پس آدما محترمن ولی نظرها الزاما محترم نیستن. خب دیدین که ادیتش چقدر بروزه و چشم نوازه. من اهل تعریف کردن از خودم نیستم ولی خب تم رنگی که در واقع واسه کار انتخاب کردم حقیقتا خیلی چشم نوازه. امروز اومدم همین نمونه کار رو 0 تا 100 بهتون یاد بدم. پس تا آخر نگاه بکنید و هر نکته‌ای که داره رو مو به مو انجام بدید. بریم سراغ ویدیو. فقط یه چیزی که قبل شروع باید بهتون بگم اینه که من تمام فایلایی که توی این پروژه ازش استفاده کردیم توی دیسکریپشن قرار دادم. خب واسه شروع کار یه دونه پروژکت جدید وا می‌کنیم و اون وایسی که حالا من خودم کاتش کردم و وارد برنامه میکنیم. خب بعد اینکه حالا واردش کردم یه دونه کامپوزیشن جدید وا میکنم. حالا اسمشو هر چی که دوست داشتم میذارم. حالا این وایسمون رو میاریم اینجا. البته من وایس اشتباهی آوردم. خب واسه شروع کار من میام از اینجا یه دونه سالید جدید وا میکنم. بک‌گراندش رو مشکی قرار میدم و اوکیش میکنم و میام از قسمت افکت رمپ سرچش میکنم و میگیرم میندازمش روی این سالیدی که داشتیم. حالا میام از این قسمت اینو به رادیال رمپ تغییر میدم و اینو میکشونم تا این وسط. حالا من میام اینو وسطش رو یه رنگ سفید انتخاب میکنم در این هول و هوش و میام یه ذره اینو میدم به این و یه کوچولو از این پایین تر که یه ذره دارک تر از این بشه. مثلا در همین حدود فکر کنم اوکی باشه. یه همچین چیزی حالا ما ساختیم. حالا واسه شروعش من میام یه دونه شیپ لیر درست میکنم. البته قبلش اینو بگم که این پلاگین ایزی تول رو باید نصبش بکنید. فکر کنم 3-4 میگه کلا. این قرار خیلی نیازمون بشه. رکتانگل رو برمی‌دارم و یه همچین رکتانگلی میکشم در این هول هوش. حالا میام استروکش رو کلا خاموش میکنم و فیلش رو روشن میکنم. یه همچین بنفشی لازممونه. اینم کد رنگیشه. حالا میام از این قسمت راوندنسش رو یه ذره زیادش میکنم. در همین هولوش فکر کنم اوکیه. حالا با استفاده از این پلاگین اینو میزنم که انکر پوینتش رو بیاره پایین این دقیقاً و میام از اینجا یه دونه بهش کی فریم میدم. این کی فریم رو میارم جلوتر. حالا که آوردمش جلوتر چون انکر پوینتش اینجاست، اینجا ثابت میمونه، اینجاهاش بزرگ میشه. بزرگش میکنیم تا کل صفحه رو بگیره. حالا من صدای اینم ببندم. حالا اگه ببینید یه همچین چیزی داریم که حالا باید با کی فریماش بازی کنیم، تایمینگش رو درست کنیم که این دیگه به عهده خودتون. من نمیخوام تایم آموزش خیلی دیگه زیاد بشه. اینا رو میگیرین F9 میزنین، از اینجا F9 میزنین، بعد میان از قسمت گراف ادیتور اینا رو میگیرین، اینو مثلا اینجوری میگیرین. حالا با کی فریماش بازی میکنین تا اون چیزی که دلخواه خودتون هست در بیاد. در واقع اگه ببینیم اینجوری میشه. خب مجسمه اینه. من میام اینو اینجا قرار میگیرم اونجایی که دیگه کی فریمم تموم شده. حالا دقیق مهم نیست خود کی فریم باشه یا نه. و از اینجا اینو میگیرم قشنگ میارمش اینجا و حالا من میخوام یه ذره سر این بالاتر باشه. اینو یه ذره اینجوری بزرگش میکنم. سر این میخوام از این کادر بزنه بیرون. خب الان فکر میکنم یه چیز اوکی شده. خب حالا ما یه همچین چیزی رو داریم. من میام اینو پریکامپش میکنم و اینجوری این گزینه رو میزنم. حتما هم باید این روشن باشه. اوکیش میکنم. میام یه دونه ماسک اینجا میکشم. اگه ببینید من میام اینو بر میدارم و یه دونه کلیک اینجا میکنم و میام جلوتر شیفت رو نگه میدارم. یه کلیک هم اینجا انجام میدم. البته یه ذره اینم باید بیاریم اینجا و این کرو بودن اینجا رو هم باید درست کنیم. من خودم توی ادیت به این مشکل برخوردم که کروش رو درست نکرده بودم. البته بیام اینو اینجا بزنم دیگه. از این به بعدش زیاد مهم نیست. حالا از اینجا به بعد هر کاری دوست داشتین میتونین انجام بدین. مثلا من اینو یه همچین چیزی در میارم و الان اوکی.
خب حالا من میام از اینجا تیک اینورت اینو میزنم. اگه بیام توی قسمت ماسک اینورتو که بزنم الان درست شد همه چی. خب اگه ببینید من الان اگه پوزیشن رو تغییر بدم این ماسکش هم از اینجا تغییر میکنه. پس من باید بیام عقب‌تر، یعنی بدم توی خود کامپ و از اینجا یه دونه کی فریم بدم. پوزیشن اینو بازش میکنم و اینجا یه دونه همینو میزنم بمونه و یه ذره میام عقب‌تر و اینو میکشونم به این پایین که اینجا مثلا قرار بگیره. با استفاده از حالا کی فریماش باید من اینو نرم ترش کنم. F9 رو که زدم میام اینجا مثلا یه ذره میکشونمش این ورتر. خب الان میبینید یه ایرادی که داره، من کمتر کشیدم پایین. این از اینجا دوباره معلومه. بعد باید دوباره بیام اینجا اینو یه ذره دیگه باید بکشم پایین تا اینجا. آره الان ببینید اون رفته دیگه. حالا اگه ببینید یه همچین حالتی در میاد. حالا من میام پلاگین دیپگلو رو میدم بهش، یه دیپگلو میدم به این، مثلا یه ذره کمترش میکنم تا همون مثلا 24 اینا اوکیه فکر کنم. البته من اینجا خاموشش میکنم چون فشار سنگینی به سیستمم وارد میکنه. خب الان من چون دارم آموزش میدم نمیخوام حالا این آموزشم بپره. این از اینجا. فقط یه چیزی که مونده، الان من باید 2 تا افکت دیگه به این بدم. افکتای بعدی چیه؟ اگه من این دیپگلو رو پاکش بکنم یه دونه باید بیام اینجا بنویسم کالرایز. افکت BCC کالرایز رو میاره که البته این یه پلاگینه در واقع و میشین از سایت های مختلف دانلودش بکنین و نصبش بکنین روی افتر افکتتون. این رو میگیریم میندازین روی این عکسی که اینجا دارین. اگه دقت کرده باشین اگه این خاموش باشه میبینین اینجا قرمزینا داره. خب ما تم رنگی کارمون بنفش. خب به خاطر اینکه اینم بنفش بشه این افکت رو دادیم بهش که رنگش رو یه همچین حالتی بکنه. البته اینو ما خودمون هنوز قبول ندادیم و میایم از این قسمت کالر سوم رو انتخاب میکنیم. اینو یه ذره میکشونیش به سمت بنفش. بعد این حالا من این کالرایزم بازم خاموشش میکنم چون دوباره نمیخوام سنگین بشه در واقع پروژم. و بعدش افکت شادو استودیو رو باید بهش بدم. افکت شادو استودیو رو باید خودتون دانلود بکنین. باز پلاگین حجمی نیست، حجمش خیلی کمه، میتونید ازش استفاده بکنید. اگه ببینید یه همچین حالتی به تصویرمون میده. من اینو دوباره میبندمش. من باید اینجا بنویسم الزاما هر نظری محترم نیست. واسه این کار من میام یه دونه لایه تکست جدید باز میکنم و اینجا با فونت دوران و بولد مینویسم الزاما. خب حالا این الزاما رو که نوشتم یه ذره بزرگترش میکنم، شیفت رو نگه میدارم یه ذره بزرگتر بشه و میادم یه همچین جایی قرارش میدم و رنگش رو تغییر میدم به یه رنگ مشکی. الان که اینو انجام دادیم بعد دوباره من از این دوپلیکیت میگیرم و اینو دوباره میارم اینجا و این سری روش مینویسم هر نظری. خب حالا که اینجا اینو نوشتم میام از قسمت افکت رمپ و سرچش میکنم و اینو میدم بهش و میام اینا رو یه جوری تنظیمش میکنم که اون رنگی که دلخواهم هست در بیاد. حالا به خاطر اینکه اون محترمم اینجا بنویسیم من دوباره میام از این یه دونه دوپلیکیت میگیرم، این سری این گرادینت مپش رو خاموش میکنم و اینو میارمش اینجا مینویسم محترم و این محترم رو روتیتش میکنم، یعنی در واقع میچرخونمش. اگه بیام از اینجا اینو 90 درجه میچرخونم که البته منفی 90 باید بشه. الان اوکی. حالا میتونید ویدیو اصلی هم نگاه بکنید، دقیقاً اگه خواستید شبیه اون درش بیاد. شیفت و جی رو با هم میزنم تا بین اینا یه ذره فاصله ایجاد بکنم. اینو خب میارمش اینجا و مثلا یه همچین جای قرارش میدم و الان به نظرم اوکی. حالا به خاطر اینکه این یه ذره فضامون یه ذره خوشگل‌تر بشه از این 2 تا دوپلیکیت میگیرم و این 2 تا دوپلیکیت ها رو تی میزنم روشون و اپاسیتیشون رو میکنم 10% یا حالا از اون کمترم شد عیب نداره. حالا میام یکیشون رو میگیرم و اینجوری میکشونمشون تا اینجا مثلا که البته فکر میکنم 10% بازم واسه شون زیاد باشه. این 5% رو انتخاب میکنم. باز حالا خودتون میتونید با این دستکاری بکنید اینو درستش بکنید. واسه اینکه این نیست و اینجا درست بکنیم میام یه دونه رکتانگل میکشم. البته قبلش یه دونه شیپ لیر درست میکنم، بعد میام از اینجا یه دونه رکتانگل به این صورت ایجاد میکنم. حالا میام کلمه نیست رو روی این مینویسم، کنترل تی میزنم، میام اینجا نیست رو مینویسم و رنگش رو سفید در نظر میگیرم، سفید خالص باشه ترجیحاً. هم اندازه این میکنم تقریبا. میام حالا این رکتانگل من با این هم اندازش میکنم. حالا که اوکی شد میام از اینجا اینو میگیرم و ترکش میکنم به این رکتانگل. اگه همچین چیزی دیدین نگرخید،
بیاین اینجا اینو بزنین، الان اوکی میشه. من میام روی این رکتانگل قرار میگیرم و انکر پوینتش رو اینجا قرار میدم، یعنی اینجای رکتانگل قرارش میدم. حالا میام اس رو میزنم و یه دونه کی فریم اینجا واسش در نظر میگیرم. میارمش یه ذره جلوتر و این زنجیرش رو برمیدارم. این زنجیرش رو که برداشتم، این یکی گزینش رو میذارم روی 0 بمونه. حالا باز دوباره میتونید با کی فریم های این بازی کنید دیگه، من اینو زیاد توضیحش نمیدم. اینو که نوشتیم فقط این متن موند، این متنی که این پایینه. اینم دیگه خیلی راحته، میتونید مثلا اینجا کنترل تی بزنید، دوباره بیاید اینجا یه سری متن بنویسید، مثلا بگم هر نظری قابل احترام. من حالا جلو دوربین غلط املاییم زیاد میشه، احترام نوشتم یا ابوالفضل نیست، مثلا یه سری حالا جملات مثلا فلسفی و فلان اینا. حالا هر چی خواستی میتونید بنویسین و حالا من دیگه بقیه‌اش مثلا نوار خالی پر میکنم، میام اینجا اینو میزنم، مثلا یه ذره اینجا باشه، حالا دیزاینش میکنم اینجا شدی. فقط الان موند این تیکه اولش که یه ظاهر خیلی بدی داره. واسه اینکه اینو درستش بکنیم یه دونه نال آبجکت درست میکنیم. من میام از این بالا یه دونه نال آبجکت وا میکنم و همه این لایه ها رو پرنتش میکنم به اون لایه، به غیر از این لایه‌ای که این پایین گذاشتیم واسه این رنگ بک‌گراندمون. اگه من بیام اینجا شیفت رو نگه دارم و اینو بزنم، یکی از اینا رو میگیرم پرنتش میکنم به این نال یکمون. اینجا یکمون گفتم. حالا اگه من بیام به این نالم یه ذره اسکیل و پوزیشن و فلان اینا بدم، میبینین که همه اینا با اون داره تکون میخوره. من اینجا یه دونه کی فریم میزنم، میارمش جلوتر و اینجا به یه همچین صورتی زوم میکنم قشنگ و میام اینجا F9 میزنم، میام از قسمت گراف ادیتور اینو میگیرم میکشم اینجا. حالا اگه ببینید یه همچین حالتیه که خیلی تنده، حالا میشه روش کار کرد و فلان و اینا. فقط مون انیمیت این متنایی که اینجا قرار دادم. من این دوتا متن اولو تا جایی که یادمه با انیمیشن کامپوزر اومدم از قسمت تکست انیمیشن اینو دادم به جفتشون. حالا که اینا رو ساخت، میام اینا رو با توجه به متن وایس و خب حالا هر جوری که باید تلفظ بشه و زمان بندی ها تنظیمش میکنم. اینم الان مثلا میتونم الزاما یه ذره بلندترش هم بکنم، اینو کوچیک‌تر بکنم، الزاما رو بزرگتر بکنم که اول الزاما بیاد بعد هر نظری بیاد. ولی این انیمیت این محترم فرق داره. انیمیت اینو چجوری انجامش دادم؟ اینو یاد بگیرین، چون اکثر تکست انیمیشن هایی که توی این کار ازش استفاده کردم با این تکنیک انجام شده. اومدم از قسمت انیمیت یه دونه پوزیشن بهش دادم، یه دونه اوپاسیتی بهش دادم و یه دونه هم بلر بهش دادم. حالا که همه اینا رو انجامش دادیم، میام اینجا بلرش رو میکنم سی، اوپاسیتیش رو 0 میکنم و پوزیشنش رو حدود 100 قرار میدم. حالا که اینا رو انجام دادید، میام از قسمت رنج سلکتور و از قسمت ادوانس اینو میذارم روی کاراکتر بمونه و میام اینو میذارم روی رمپاپ. حالا که گذاشتمش روی رمپاپ، اینو میذارم روی -50 و این گزینه پایینش هم میذارم روی 100 بمونه، به خاطر اینکه بتونیم انیمیتش هم بکنیم. به آفستش یه دونه کی فریم میدم، کی فریم اولو میکنمش -100، یه ذره اینو میارمش اول و کی فریم دومو میکنمش 100. حالا اگه من اینو یه ذره بکشم اینورتر، اگه نگاش بکنیم یه همچین حالتی بهمون دست میده. این دوتا محترمایی هم که این پشت هستن، اومدم فقط اوپاسیتیشون رو کم کردم. اگه بیام اینجا این محترم رو بگیرم و تیو که حالا زدم اینجا از قبل، یه دونه اینجا بهش کی فریم میدم، مثلا یه دونه میام اینجا اینو میکنمش 0 و حالا میام اینو با این پایین محترم، با این محترم پایین مچش میکنم. یه همچین حالتی میشه که مثلا معلوم میشن اینجا. خب این انیمیشن اول ساخته شد به همین راحتی. همه لایه ها رو میگیرن، یو میزنن که کی فریماشون بسته بشه و خب یه دونه خط این پایین بود. واسه اینکه این خط پایین رو درست بکنیم، من اول از همه میام از قسمت ویو و شو رولرز رو میزنم، اینو میگیرم میکشم تا اینجا، روش راست کلیک میکنم و اینو میذارم روی 540. الان که 540 میام یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم و اینجا ابزار پن رو برمیدارم، اینجا یه دونه کلیک میکنم و یه ذره زوم آوت میکنم، اینم شیفت رو نگه میدارم، یه همچین جای قرارش میدم. اینو قراره درستش بکنیم. اگه بیام اینجا و اینو فول اسکرینش بکنم، اینو میگیرم و شیفت رو نگه میدارم، میچسبونم به این لایه که اینجاست. البته لایه که نیست، خطه. حالا بعد اینکه اینو انجام دادیم، البته من الان اینو یادم رفت، اینو باید فیلش رو خاموش کنیم و بهش استروک بدیم. استروکش رو میذاریم مشکی بمونه با 6 پیکسل. اگه من اینو ببندم و اوکیش بکنم، میبینین که الان اینجا یه خط صاف واسمون کشیده. میایم از این قسمت و از اینجا شیپ رو برمیداریم و از اینجا استروکشو میام قسمت تیپر و اینو مثلا یه چیزی حدود 60-70 میذاریم، مثلا همون خود 60 میذارم استارتشو و اندش هم میذارم روی
همون 60 بمونه. حالا یه دونه بهش تریم پس اضافه میکنیم و تریم پسش رو باز میکنیم و از قسمت اند یه دونه بهش کی فریم اینجا میدیم و این کی فریم مثلا میادیم جلوتر، اینو دوباره صفرش میکنیم. حالا اینو کلا میبندمش و میام همینم پرنت میکنم به این نالی که اینجاست، با این پرنتش میکنم به این ناله. خب حالا یه چیزی که وجود داره، ما باید همه اینا رو با هم دیگه بگیریم و بکشیم اینور، یعنی سمت راست تصویر. واسه این کار من میام یه دونه نال جدید باز میکنم و این نال اولم رو پرنت میکنم به این و همچنین این خطی که الان کشیدیم همینم پرنتش میکنم به این نال دومی که ایجاد کردیم اینجا. مثلا من اینو از اینجا کاتش میکنم، یه همچین جای قرارش میدم و میام روش یه دونه پی میزنم و به پوزیشنش یه دونه کی فریم میدم. این سری اینو میارم اول و این سری همه اینا رو اینجوری میکشم اینور تا از کادر همشون خارج بشن. حالا که خارج شدن من میام روی این قرار میگیرم، ابزار پنو برمیدارم، روش یه دونه کلیک میکنم که این کلیکش برگرده دوباره، اینو میگیرم. خب حالا اینو میگیرم و شیفت رو نگه میدارم میکشونم تا وسط این. حالا باید یه جوری تایمینگش رو درست بکنین که این وقتی دوربین دیگه کامل اومد اینجا وایساد اینم باهاش بیاد و برسه این وسط. خب حالا که اینو ساختیم شروع میکنیم سکانس دوممون رو در واقع بسازیم. میام یه دونه شیپ ریل جدید وا میکنیم، رکتانگل رو برمیداریم، یه همچین ستونی در واقع میکشیم اینجا و میایم وسط چینش میکنیم. انکر پوینتش هم حالا زیاد مهم نیست، این نباید انیمیت بکنیم چون انیمیت میشه خودش، فقط اینجا دیزاینش مهمه. فیلش رو میام روشن میکنم، استروکش هم باید خاموش بکنم. حالا رنگ این زیاد مهم نیست چون بهش قراره یه افکت رمپ بدیم. این شروعش رو باید بذاریم اینجا، این پایانش هم اینجاها قرار بدیم. این پایینش رو یه رنگ بنفش روشن انتخاب میکنم، بالاش رو یه رنگ مشکی تر انتخاب میکنم. حالا باز میتونم اینجاشو اینجوریش بکنم و بیام از قسمت رکتانگل این پایین راوندنسش رو یه ذره اینجوریش بکنم که تمیز در بیاد کارمون. حالا ما باید اینجا عکس هیتلر رو بیاریم، بک‌گراندش رو حذف کردم و میتونیم بدیم به سایت، بک‌گراندش رو میتونه حذف بکنه. خیلی از سایت ها میبینین که این گوشه هاش مثلا یه ذره اینجاش کار داره، یه ذره مثلا این بالاهاش اینجاش اگه ببینید یه خط دیگه ای هم هست که حالا من توی ادیت اصلی اینا رو همشو درست کردم، ولی شما حالا میتونید بهتر انجام بدید. من حالا اینجا صرفا به خاطر آموزش اینو میذارم اینجوری بمونه. میام اینو میگیرم و مثلا یه همچین جایی قرارش میدم، یه ذره کوچیکش میکنم. حالا میام ماسک رو برمیدارم روی خود این عکس، میام یه دونه اینجا کلیک میکنم و میام اینجاش شیفت رو نگه میدم، دوباره یه کلیک دیگه میکنم و اینجا مثلا اینو این مدلی میکنم و تیک اینورت اینم که باید بزنیم تا این درست مسکمون رو نشون بده. حالا واسه این که این بک‌گراندمون جذابتر از این بشه من میام یه دونه دوبلیکیت از این لایم میگیرم و این سری میام اینو بزرگترش میکنم و میارمش این بالا و میارم لایه زیرین. این مود لایه‌ش رو باید بذاریم روی اوورلی خودش، به نظرم اوکیه. اینو باید ترکش بکنیم به این لایه و که از این نزنه بیرون بیشتر. حالا من یه ذره باید پوزیشن و اینو اوکیش بکنم. این ماسکم دیگه نیازش نداریم، میشه پاکش کرد، ولی حالا من پاکش نکردم. باید به جفت اینا دیپ گلو هم بدین با شدت مثلا 0.1 یا 0.2. اینا میتونید یه گلوی خوبی بهش بدید. خب حالا باید اینجا بنویسیم نازی و اینجاها در واقع بنویسیم نازی جرمن. من اینو خودم انجام میدم، فقط بهتون توضیح میدم که شما باید چیکار بکنید. خب ببینید من اول اومدم اینو وسط چینش کردم، بعدش افکت رمپ رو بهش دادم. میام اینو بهش رمپ میدم، اینو میارمش این بالا قرار میدم و اینم میارمش این پایینا اینجوری قرار بگیره. مود این لایه رو من میام به اسکرین تغییر میدم و اوپاسیتیشو یه ذره میارم پایین تر، مثلا یه همچین چیزی فکر کنم اوکیه. بعدش میام این سری روی این نوار ابزاری که اینجاست آلتو نگه میدارم، یه دونه میزنم و میبینین که این آیکون اینجوری در میاد. اینجا من مینویسم نازی جرمنی. این فونتی که اینجا میبینید آگنسی FB اگه اشتباه نکنم مال اینه، میتونین از اینترنت دانلود بکنین یا حالا نمیدونم فونت دیفالت خود مثلا توی ویندوز هست یا نه، اینو نمیدونم. این فونتی که ازش استفاده کردیم GOTHAM هستش. آره ایناش. من مثلا میام اینجا بولدش رو انتخاب میکنم، حالا یه ذره فکر کنم
زیادی بولد شد و میام بهش یه دونه افکت گرادینت رمپ میدم. این گرادینت رمپ رو یکیشو میذارم اینجا و یکی دیگه هم میذارم یه همچین جایی، فکر کنم اینجا. اوکی، این یه ذره باید بالا پایین بشه تا این درست انجام بشه و رنگ اینو اینجور چیزی باید انتخاب بکنیم واسش و رنگ دومش هم همین انتخاب میکنم، ولی این سری یه ذره روشن ترش میکنم. آره یه همچین چیزی اوکیه. حالا من باید بیام اوپاسیتی اینو دوباره کمش بکنم. فکر کنم این الان اوکی باشه. یه نمیخوام زیاد شلوغ بشه، فقط میخوام یه ذره حس بشه که اینجا مثلا نوشته نازی جرمنی. حالا همینم دوپلیکیت میگیریم میاریمش اینور. فقط یه مشکلی که داره این باید اینجا قرار بگیره و اینم باید مثلا اینجا قرار بگیره. حالا باید یه دونه اینجا بنویسیم نامحترم، یه دونه هم اینجا باید بنویسیم آدولف هیتلر، که خب حالا دیگه من نمینویسم، دیگه خودتون میتونین بنویسین. فقط این آدولف هیتلر که اینجا نوشتیم توی ویدیو اصلی با فونت رالیفورنیا نوشتم، اینو با فونت دوران اینجا می نویسم نامحترم. دوباره یه دونه بهش افکت گرادینت رمپ میدم. بعد مون یه دونه این متن پایینش دیگه من نمی نویسم. اگه نگاه کرده باشیم ویدیو اصلی و به غیر از نازی ها، از که حالا دیگه نمیگم اسمشو، دوباره مثل همین واسه همون گروهک یه دیزاینی انجام میدیم. فقط اینه که مثلا این آدولف هیتلر رو باید حذفش بکنی، باید بنویسین که اسلامیک استیت آف ایراک، که دیگه حالا من همون عراق که حالا نمیخوام دیگه زیاد وارد جزئیاتش بشم، همین رو باید اونجا انجام بدین. این صحنه ترانزیشن بخوره بده اونجا. البته ترانزیشن که نمیخوره، یه جور موومنته. خب ببین الان من که اینو درست کردم، حالا این متن باید شما اضافه کنین اینجا. یه متن دیگه هم اینجا مثلا میاد اضافه تر از این. همه اینا رو میگیرید، همه اون چیزی که اینجا هست، حتی این همه چی رو باید بگیرید و همه اینا رو باید پرنتش بکنید به این نال دویی که اینجاست. حالا اگه ببینید، اگه من بیام این ورتر میبینید که همه اینا هم دارن با این حرکت میکنن. حالا تنها کاری که باید بکنیم تا بره به سمت اون گروهکه که شما اونجا مثلا دیزاینتون رو انجام بدین، اینه که یه دونه نال دیگه باز بکنید که حالا من اینجا این نال رو اگه اینجا ببینید، این نال دویی که اینجاست رو پرنتش میکنم به این نال 4. بچه‌ها یه چیزی که الان من موقع ادیت کردم فهمیدم اینه که من اومدم اشتباهی لایه رو ترکش کردم به نال آبجکتمون و حالا خب موقع آموزش اینو خودم متوجهش نشدم که در واقع باید پرنتش میکردیم. حالا با این مستطیل سبز نشون میدم که با کدوم گزینه لایه‌مون رو پرنتش بکنیم به نال آبجکت. حالا که به این نال 4 پرنتش کردم، پی رو اینجا میزنم، یه دونه کی فریم اینجا درست میکنم و البته اینو باید روشنش بکنم. آره اینو یه دونه پی رو میزنم اینجا، یه دونه کی فریم واسش درست میکنم، میام یه ذره جلوتر پی رو میزنم و یه کی فریم دیگه میزنم و اینو مثلا میارمش اینجا. حالا واسه اینکه این خط دقیقاً این وسط بمونه، دوباره میام اینجا اینو میکشونم اینجا بهش یه دونه 540 میدم و خب حالا پوزیشن رو جوری کارش میکنم که مثلا این دقیقاً اینجا بیفته. حالا زیادم مثلا اونجوری نشد، زیاد مهم نیست. حالا میان دقیقاً همین چیزی که واسه این آدولف هیتلر درست کردین واسه اون گروه هم درست میکنید. نازی جرمنی، اون متنی که توی خود چیز هست و اونجا مینویسین، حالا نمیخوام بگم اسمشو، و اینجا مینویسین ISIL یه همچین چیزیه. حالا توی ویدیو اصلی میتونید نگاش بکنین ببینید. من نمیدونم چرا دارم اینو درست میکنم که فردا پس فردا واسه خودم دردسر بشه تو سوشال میدیا. حالا مثلا متنی که من واسه اون نوشتم، اون متن پایینی که قرار بود اون پایین بنویسیم، نظریه اون گروهک محصول خشونت، افراطگرایی و تحریف باورهاست. تفکرش نه مفید بود نه سازنده، فقط ویرانگر بود. باوری که بذر مرگ بکارد سزاوار احترام نخواهد. چه چیزی گفتم. خب حالا بعد اینکه مال اون گروهک هم ساختین، میان یه دونه اینجا ببین مثلا اینجا یه دونه اسم میزنید و اینجا قرار میگیرید و یه ذره اینجا زوم میکنید در حد مثلا، البته بذار من اینو بکشم اینور و یه ذره اینو زومش میکنید مثلا در همین حد که بیاد اینجا. میام روی این قرار میگیرم، این گرادینت مپ اینو کپیش میکنم در واقع و اینو میام میذارم روی فیت و یه شیپ لیر جدید با میکنم این بالا. حالا این شیپ لیر رو کاتش میکنم و میام یه دونه شیپ لیر دلخواهمو میکشم. همین چیشو که اوکی کردم، میام سایزشو از اینی که هست یه دونه کی فریم میدم و اینجوری میام بزرگش میکنم، یه همچین حالتی. اون گرادینت مپی که کپی کرده بودم کپیش میکنم روی این و یه همچین حالتی دقیقاً همون بک‌گراندی که ساخته بودیم درست میشه. حالا باید شما اینجوری
حالا شما باید جوری زمان بندیش کنین که وقتی این داره زوم میشه اینجوری، اینم دقیقاً با اون همزمان باز بشه. مثلا یه کی فریم همچین مدلی بیاد، اینم F9 بزنید و از اینجا گرافشو اینجوری نرمش بکنید. حالا که تا اینجا ویدیو اومدیم میخواستم بهتون بگم که من چندین ویدیو مثل همینو 0 تا 100 ادیتش کردم و توی چنلم یاد دادم. اگه دوست داشتین میتونین اون ویدیوها رو هم نگاه بکنین و چنل منو سابسکرایب بکنین. بریم سراغ ویدیو. خب توی این سکانس ما باید یه دونه شیپ لیر جدید باز بکنیم و اینو کاتش بکنیم اینجا، بیایم اینجا یه همچین چیزی درست بکنیم. حالا من میام این شیپ رو یه ذره بزرگترش هم میکنم، میارمش اینجا، بهش یه دونه گرادینت رمپ میدم. حالا انکر پوینت اینو من باید بیارمش اینجا قرار بدم و یه دونه اس بزنم، بیام از اینجا یه دونه بهش کی فریم بدم، این کی فریم رو بیارم جلوتر، اینو حالا صفرش بکنم. حالا باز دوباره میگم با کی فریماش بازی بکنید. خب حالا تو مرحله بعدی ما باید این آدمک هم اینجا بیاریم و اینو من کاتش میکنم یه همچین چیزی بشه و اینو میام جاش رو تنظیم میکنم. در واقع میام از اینجا افکت کالرایز رو سرچ میکنم و میدم بهش که یه ذره رنگش هم بنفش‌تر بکنیم. باید همینم دوباره مثل همین دایره‌ای که اینجاست کی فریم میریم، یعنی انکر پوینت اینو بذاریم اینجای تصویرش و دوباره بهش اسکیل بدیم و از این داستانا. خب الان به نظرم اوکی. حالا 3 تا دایره باید اینجا بکشیم که من شروع میکنم به کشیدنشون. حالا دقیقاً توی ویدیو اصلی اینجوری نبود ولی من سعی کردم یه چیزی شبیه به اون بسازم. حالا میام همه اینا رو با هم دیگه میگیرم و انکر پوینتشون رو دقیقاً تو وسطشون قرار میدم. میام یه دونه اس میزنم اینجا تا این اسکیلشون باز بشه و اینو میارم یه ذره جلوتر و اینو صفرش میکنم. البته اگه صفر بشه یه همچین چیزی در میاد که من اگه اینا رو بگیرم و F9شون بکنم و بیام از اینجا همه اینا رو بگیرم و اینجا شیفت رو نگه دارم اینجوری بکشم عقب، یه حالت بهتری میاد بالا. حالا من اینجا سریع انجامش دادم ولی اون چیزی که توی ویدیو اصلی هست از این بهتره و این یه ذره نامرتبه. اینجوری نامرتب در واقع بزرگ میشن این دایرهایی که اینجا هستن. حالا با این کاری نداریم، اینجا فقط میمونه متناشون که اینجا بنویسیم. میام یه کنترل تی میزنم، میام اینجا مینویسم اساسا، بعد دوباره از این یه دوبلیکیت میگیرم، اینجا میام دوباره کنترل تی میزنم، این سری مینویسم مال، میام یه ذره کوچیک‌ترش میکنم میذارمش اینجا. حالا اگه ببینین اون احترامی که اینجا نوشته بودیم یه ذره زاویه داشت. خب واسه اینکه اون احترامی که اینجاست رو بکشیم در واقع و بنویسیم اینجا، من میام یه دونه رکتانگل رو برمی‌دارم، یه دونه شیپ لیر دوباره درست میکنم اینجوری، یه دونه مستطیل به این ابعاد و استروک 6 میدم بهش و رنگش رو کاملا مشکی میکنم. اینجا میام مینویسم احترام، بهش یه افکت رمپ میدم و به این حالت درش میارم. حالا این اندازش درست نیست دیگه، نمیخوام زیاد وقت تلف بکنم روش. میام انکر پوینت اینو میذارم این بالا بمونه و اس رو میزنم، این زنجیرش رو برمیدارم، یه دونه اینجا کی فریم میدم، یه دونه هم مثلا میبرمش جلوتر، اینو میکنمش صفر کلا. حالا اگه ببینید از اون بالا باز میشه اینجوری میاد. حالا اون انیمیشنی هم که واسه احترام دادیم همون انیمیشنیه که اینجا به این محترمی که اینجا بود دادیم اگه یادتون باشه. من حالا این محترم رو برمیدارم، از قسمت تکست این انیماتورش رو کپی میکنم، میام این بالا. حالا اینی که اینجوریه الان اینو میگم بهتون جریانش چیه. میام روی این احترام قرار میگیرم، مثلا اینجا اینو کنترل وی میکنم و میبینین که اینجوری مثلا میاد بالا اینجا. خب بعدش اینجا یه نظر نیست داریم که همینجا این نیستی که اینجا نوشتیم و دقیقا همون کار رو همینجا انجام دادم. میتونید اون رو نگاه بکنید و بیان دقیقا همینجا اون رو انجامش بدید. حالا من یه چیز ساده میکشم اینجا چون میخوام یه چیز دیگه یاد بدم. اینجا اینو میگیرم و اینو مثلا فیلش رو روشن میکنم و میام اینجا یه دونه یه همچین چیزی درست میکنم، مثلا اینجا نوشتیم نظر نیست. حالا بعد اینکه اینو نوشتیم میام اینجا یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم و از قسمت این نوار ابزارها پن رو برمیدارم، میام یه همچین چیزی رسم میکنم، مثلا یه همچین چیزی. البته اینو باید فیلش رو خاموش بکنید. همچین چیزی که درست کردیم اینو دست نگه میداریم از اینجا به بعدش رو کنترل A میزنیم، یه دونه یو میزنیم
و دوباره این یو رو بعدش میداریم. این خط رو که اون اول کار انجام دادم باید چی کار بکنید که اینجا یه ذره نازک بشه، این بالا پایینش مثلا نازک بشه. من میام اینجا یه دونه نال آبجکت جدید باز میکنم و همه این لایه ها رو که از اینجا تا اینجا هستم پرنتش میکنم به این. حالا که پرنتش کردم به این، یه دونه میام اینجا روی این قرار میگیرم، پی رو میزنم و اینجا یه دونه کی فریم میدم بهش. حالا میام یه ذره جلوتر اینو میکشونم تا اینجا که مثلا الان اینجا میخوایم سکانس جدیدمون رو کلا اینجا طراحیش بکنیم. میام اینجا و روی این پن میزنم، این خطی که اینجاست بقیه‌شو رو باید ادامه بدیم. اینو من یه دونه اینجا روش میزنم که اینجوری انتخاب بشه و میام اینجا دوباره اینو پاکش میکنم، اینو میگیرم میکشونمش اینجا، مثلا یه دونه اینجا بهش و میام اینجوری نرمش میکنم، یه همچین حالتی. خب الان همچین چیزی اوکی. اگه ببینید اینجوری میاد تا اینجا. حالا باز اینم میتونید حرکت و موومنتش رو با کی فریماتون نرم ترش بکنید. ببین اگه اینی که اینجا کشیدید اصلا راضیتون نکرد، میتونید بیاید اینجا قرار بگیرید. اصلا من اینو پاکش میکنم کلا و میام اینجا یه دونه شیپ لیر جدید که باز کردم، میام اینجا اینو میگیرم و اینجوری یه دونه اینو میکشم، مثلا یه دونه میام اینجوری اینو میکشم. خب الان باز این مثلا از قبلیه بهتره به نظرم. آدم روی این یه ذره بیشتر میتونه مانور بده، هر جوری که اصلا دوست دارین. اصلا دوست دارین میتونین از اینجا فلش بکشید، هر کاری که دوست داشتین میتونین روی این انجام بدید. فقط شرطی که وجود داره اینه که بعد اینکه اینا کشیدین، مثلا همون جایی که کشیدینش کیفرمو جاشو اصلا عوض نکنید. همون جایی که کشیدین، آقا مثلا من اینجا کشیدم دستم خود، الان من خودم کیفرم این ور اون ورش کردم، الان من اینجا اینو کشیدم، الان دوست دارم اینجوری باشه، همینجا میگیرم پرنتش میکنم به این نال 5. از این به بعد دیگه کشیده میشه این ور اون ور. اگه ببینید اینجوری قشنگ کشیده میشه. حالا ما باید اینجا بنویسیم نظر. میام اینجا یه دونه کنترل تی میزنم و اینجا مینویسم نظر و دوباره مثل همیشه میام یه دونه گردینت رمپ میدم. چرا اینقدر گردینت رمپ میدم؟ به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم این افکتو. خب الان این اوکیه، فقط یه چیزی که از این فلشی که اینجا هست و من نکشیدم، اونو باید چجوری بکشیم؟ اونم مثل همین شیپ لیری که این پایین کشیدیم. میام یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم، میام اینجا اینو میزنم، پن رو میزنم، یه همچین چیزی باز میکنم. خیلی ساده. حالا اگه باز بخوام میتونم برم از قسمت تیپر اینا رو لبه هاشو تیز بکنم، اینجوری لبه هاشو تیز بکنم. و خب حالا یه چیزی هم که حالا من اینجا بگم بهتون، میتونید به این تریم پس بدین که از اینجا شروع بشه و یه حالتی اگه ویدیو اصلی هم نگاه بکنید از اینجا شروع میشه میاد تا این بالا، که بهتون توضیح دادم چجوری تریم پس بدین. مثلا روی این اگه فلش بخوایم انجام بدیم، من میام روی اینجا از قسمت انیمیت یه دونه بهش تریم پس میدم و از اینجا قسمت اندش یه دونه کی فریم میدم، اینو صفرش میکنم اینجا و یه ذره مثلا میارمش عقب‌تر، الان 100ش میکنم. حالا اگه ببینید من یه ذره بلندترش بکنم، میبینید که از اینجا شروع میکنه کامل میشه. همینو دقیقا میتونید روی این خطی هم که اینجاست انجام بدید. خب حالا ما باید اینجا 2 تا خط بکشیم و اینجا بنویسیم معتبر و نامعتبر. واسه این کار من میام اول یه دونه شیپ لیر درست میکنم و میام اینجا یه همچین کروی درست میکنم. در واقع به این دوباره تریم پس میدم که از اینجا شروع بشه تا اینجا و لبه هاشو با قسمت تیپر توی استروک تیز میکنم لبه هاشو دیگه. حالا من اینو انجام نمیدم، یه دونه دیگه از این میسازم. این چقدر زشت شد. حالا با این کاری نداریم. قسمت مهمش اینجاست. ما میام یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنیم و از قسمت رکتانگل ها الیپس تول رو برمیداریم، یه دونه دایره اینجوری میکشیم. استروک اینو خاموشش میکنیم و فیلش رو روشن میکنیم با همین رنگی که اینجاست. اوکی. یه دونه اکسپرشن دادیم ما اینجا که اینو چجوری انیمیتش بکنیم. در واقع من این اکسپرشن رو واسهتون قرار میدم که چجوری ازش استفاده بکنین و الانم بهتون یاد میدم. ببین بعد اینکه این دایره رو اینجا کشیدین، میان روی این لایه‌اش قرار میگیرین، اس رو میزنید و کلید آلت رو نگه میدارین و روی این کی فریمش یه دونه ضربه میزنید. اینجا یه صفحه‌ای واسهتون باز میشه. این اکسپرشنی که واسهتون قرار میدم و اینجا کپیش میکنین. اگه ببینید اینجا معلومه. خب حالا که کپیش کردین، یه دونه میان اینجا کی فریم میدین. این کی فریم رو میادین جلوتر، میاین اینجا اینو صفرش میکنین و به کی فریماش دست نمیزنین. یعنی نمیدونم ایز این یا مثلا بیاین از قسمت گراف ادیتور اینو این ور اون ورش بکنین، اصلا هیچ کاری نمیکنید. ببین الان چجوری میشه خود این. میبینید چقدر خوب انیمیت میشه. اکسپرشن اینو من توی دیسکریپشن واسهتون قرار میدم که شما هم بتونید ازش استفاده بکنید. حالا ماجرا اونجا بهتر میشه که من بیام یه دونه اینجا به شادو استودیو بدم
و یه شادوی خیلی خوب بهش میده. حالا تنها کاری که باید بکنم اینه که بیام اینجا یه دونه لایه جدید تکست باز بکنم و اینجا بنویسم که معتبر و رنگش رو سفید بکنم و بیارمش بذارمش اینجا. حالا همین معتبر رو به این دایره‌ای که اینجا کشیدیم پرنتش کردم. به همین راحتی همین رو دوپلیکیت میگیریم میارینش این و اینجا مینویسیم نامعتبر بجاش. من دیگه اینو انجامش نمیدم. خب حالا تنها کاری که باید بکنیم باید همه این لایه ها رو بعد از این نال 5 که اینجا ساختیم همه این لایه ها رو میگیریم و پرنتش میکنیم به این نالی که اینجاست. حالا اگه ببینید با این قشنگ میاد تکون میخوره. البته یه سوتی که من اینجا دادم نباید این معتبر رو پرنت میکردم به این، چون این خود این معتبری که اینجا نوشتیم، این معتبری که اینجاست خودش پرنت شده بود به این لایه‌ای که اینجاست، این دایره‌ای که اینجاست. این دایره هم خودش پرنت شده به این نال 5. پس دیگه لازم نیست این معتبرم پرنتش بکنیم به این نالی که اینجا هست. امیدوارم متوجه شده باشین چی میگم. پس من میام یه ذره جلوتر بعد اینکه این انجام داد اینو دوباره پرنتش میکنم به این. الان اگه ببینید همه چی درسته. خب بعدش یه ترانزیشن ساده میزنم با این پلاگین انیمیشن کامپوزر. ترانزیشن ساده میزنم، یه ترانزیشن مثلا مثل این. آره اینجا یه اینو میزنم و یه ترانزیشن میخوره میریم سکانس بعدی در واقع. حالا من همه اینا رو از اینجا به بعد کاتش میکنم، مثلا اینجوری قرارش میدم. خب حالا بعد اینکه اینجا یه دونه ترانزیشن زدیم میام یه دونه اینجا شیپ لیر جدید باز میکنیم، رکتانگل تول رو برمیدارم و یه دونه مستطیل به این شکل رسم میکنم. میام راوندنسش رو بیشتر میکنم. بعدش اون عکسی که داریم و حالا بعد اینکه اینو کشیدیم اون عکسی که داریم رو باید وارد برنامه بکنیم. خب حالا میام اینو یه ذره بزرگترش میکنم. خب بعد اینکه اینو انجامش دادیم من میام این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، راست کلیک میکنم و همه اینا رو پری کامپوزشون میکنم و اینجوری اوکی رو میزنم. حالا بهش یه افکت شادو استودیو میدم که این دور تا دور یه سایه بخوره. اگه من اینجا بهتون نشون بدم یه همچین سایه‌ای در میاد. افکت رو پاک میکنم چون نمیخوام زیاد فشار بیاد به سیستم. اینجا میگه که یا اگه بخوام مبتلا به نگاه، حالا اینجا من باید اینو بنویسم. حالا که اینجوری اینو قرارش دادیم میام از قسمت بلندینگ مود ها بلندینگ مود اینو روی این گزینه قرار میدیم. حالا واسه انیمیت همین یه دونه من میام همون انیمیتی که واسه این احترام زدم رو استفاده میکنم ازش. میام از این قسمت از قسمت تکست انیماتور یکیش رو کپی میکنم و اینو میام میذارم روی این. فقط یه تنظیماتی که باید واسش انجام بدیم اینه که باید بیایم از قسمت انیماتور یه دونه این بلرش رو پاک بکنیم، یعنی بلرش رو صفر بکنیم و از قسمت رنج سلکتور و از قسمت ادوانس اینو باید بذاریم روی ورست که کلمه به کلمه این بیاد بالا اینجوری و نمیخوایم خب بلرم داشته باشه. خب حالا بعد اینکه اینو درست کردیم من میام از قسمت رولز اینو میارم اینجا، راست کلیک میکنم و عدد 540 رو در نظر میگیرم. عدد 540 که در نظر گرفتم میام یه دونه سالید کالر مشکی باز میکنم، اوکیش میکنم از اینجا و اینو میارم زیر این دو تا لایه‌ای که اینجاست. از این قسمت یه دونه مستطیل میگیرم میکشم و میچسبونمش به این خطی که اینجاست. حالا بعد اینکه اینو انجام دادیم از قسمت ماسک میام ماسک پس یه دونه بهش کی فریم میدم، این کی فریم میارم اینجا و این دوتا کی فریم رو میگیرم و شیفت رو نگه میدارم و میام اینجوری میکشمش تا اینجا. این میاد تا این وسط قرار میگیره. همین کار رو واسه یه دونه سالید کار سفیدم باید انجامش بدیم. فقط یه چیزی که وجود داره این میمی که اینجا قرار داده نصفش سفیداست نصفش روی این مشکیاست. واسه اینکه اینم درستش بکنیم کنترل تی میزنیم اینجا، مثلا به این یه دونه کنترل جی میزنیم وقتی فونتمون فارسیه و همه چیز درست میشه. حالا واسه اینکه اینو بهترش هم بکنیم من میام یه دونه از اینجا تکست لیر جدید باز میکنم، کنترل تی رو میزنم اینجا مینویسم سیاه، یه دونه از این دوپلیکیت میگیرم اینو میگیرم میکشونمش اینجا و رنگ کل اینو مشکی تغییر میدم مینویسم سفید. خب حالا این دوتا رو هم قشنگ میارم زیر این که از اون پشت دیده بشن. البته این سفید رو باید بیاریم بالای اینم قرار بدیم، این سالیدی که اینجا سفید هست باید بالا اون قرار بدیم. حالا من میام دوتا رکتانگل اینجا میکشم و دوتا مست اینجا واسه شون مینویسم. خب حالا این نامعتبر رو به این رکتانگل پرنت میکنیم، این معتبر رو به این رکتانگل. حالا واسه اینکه کارمون جذاب‌تر از اینم بشه اینجا یه دونه اس رو میزنیم، همون تکنیکی که واسه این دوتا معتبر اینجا انجام دادیم واسه همینا انجام میدیم. یعنی میان
اون اکسپرشنی که دادم رو دقیقا همینجا هم اجراش میکنیم. حالا باید همه اینا رو با هم دیگه بگیریم و دونه دونه پری کامپشون بکنیم. من اینو با هم پری کامپشون کردم، یکیشم اینو باید پری کامپشون بکنم. الان به خاطر این پری کامپشون کردیم که میخوایم بهشون یه افکت نورانی در واقع بدیم. واسه اینکه افکت نورانی بدیم باید اینجا سرچ کنیم لایت سویپ و این لایت سویپ رو به جفت اینا باید بدیم. مرکز اینو مثلا میذاریم اینجا، همین تنظیمات دیفالت خودش اوکیه و فقط من میام اینجا به دایرکشنش کی فریم میدم. اینجا هم یو رو میزنم که ببینم کی فریمشو، این کی فریمشو مثلا میارم عقب‌تر و اینجا مثلا یه دور میچرخونمش. من حالا میتونم مثلا اندازه اینم بزرگش کنم و بیام یه همچین حالتی انجام بدم که حالا من اگه اینو مثلا یه ذره زمانشو کوتاه یا بلندش بکنم خیلی جلوه بهتری میده. همین لایت سویپ رو کنترل سی میکنم و به این کامپوزیشن هم میدم دوباره. فقط باید این سنترش رو بذارم روی اینجا. حالا اگه ببینید اینا مثلا اینم با اون تکون میخوره، فقط من اگه اینجا یو رو بزنم اینو باید بکشم بیارمش اینجا، اینجوری قرارش بدم و حالا با هم دیگه میچرخن. خب حالا بعد اینکه به خود این عکس دیپ گلو و شادو استودیو اینا دادیم و همه چی اینجا مثلا تمام شد، این انیمیت همه‌شون رو انجام دادیم، میام یه دونه دوباره نال جدید باز میکنیم و خب همه لایه ها رو یو رو میزنیم که کوچیک بشن. اینا هم تا اینجا کاتشون میکنیم و الان بر فرض مثال همه چیش الان اوکی. توی یه قسمتش توی وایس میگه که نظر معتبر، نظر غیر معتبر. اینجا ما یه زومی توی این قسمت انجام میدیم که میخوام همونو واسهتون انجام بدم. فقط این کی فریم این یه دونه پوزیشن میدی، اینو ساده میارینش بالا، این دیگه چیز خاصی نداره. واسه این کار من میام مثلا نالمو اینجا قرارش میدم، مثلا اینجا. خب و خب حالا همه اینا رو باید پرنتش بکنم به این نالی که اینجاست. حالا وقتی همشون رو کپی کردم میام اینجا یه دونه اس میزنم و یه دونه کی فریم میدم بهش. حالا دوباره یه دونه پی میزنم و دوباره به پی هم یه دونه کی فریم میدم. حالا یو رو میزنم که جفت کی فریم ها رو واسه هم بیاره. اینو میارمش اول جایی که میخوام شروع بشه، یک کی فریم میام جلوتر و زوم میکنم تا جایی که دلم بخواد. الان اگه ببینید یه همچین پرشی در واقع انجام میشه که البته من ندیدم سوتی اینو الان اوکی. خب حالا که این پرش انجام شد فقط این مون که به پوزیشنش دوباره کی فریم بدیم و اینو مثلا بیاریم تا این حدود. حالا اگه ببینید زوم خیلی سریع میشه و اینجوری کشیده میشه تا اینجا. حالا میتونید این دوتا کی فریم پوزیشن رو اینجا بگیرید و یه F9 بزنید، بیاین از اینجا این کی فریم ها رو اینجوری جفتشون رو به وسط بکشین تا جایی که مثلا امکانش هست و با وایسش هم میتونید هماهنگش بکنید. حالا اگه ببینید مثلا یه همچین حالتی، البته این سرعتش خیلی زیاده، من اگه بیام مثلا یه همچین حالتی الان اوکی. فقط قبل اینکه اینجا هم تمام بکنیم اینا باید بهتون بگم که به این کامپوزیشن هم، یعنی در واقع به این رکتانگل و این عکس هم میتونید همین لایت سویپ رو بدین و یه همچین درخششی روی این گوشه های این انجام بشه. خب حالا بعد اینکه این دیگه تموم شد میام و دوباره یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم از این قسمت و میام دوباره یه دونه الیپس تول برمیدارم و یه دایره بزرگ میکشم اینجا. حالا اینو من میام وسط چینش میکنم و انکر پوینتش رو قرار میدم این گوشه این بالاش. حالا بعد اینکه اینو انجام دادیم مثلا من میام یه ذره جلوتر از قسمت الیپس و از قسمت اسکیلش در واقع یه دونه اینجا کی فریم میدم بهش و میام اینجا این کی فریمش رو صفر میکنم. حالا اگه ببینید ما یه همچین حالتی داریم که حالا میتونیم به این یه دونه موشن بلر بدیم. فقط الان ما نمیخوایم این صفحه‌ای که اینجاست بنفش باشه. واسه اینکه بنفش نباشه میایم این پایین و این گرادینت مپی که اینجا هست رو کنترل سی میکنیم به این لایه‌ای که اینجاست در واقع میدیمش. حالا دقیقاً اینجا اجرا شده. حالا اینجا ما باید بنویسیم به درجاتی معتبر. اینجا هم یه دونه درصد باید بیاد که اینو باید درصدش رو باید درست کنیم با هم دیگه. من اینو کاتش میکنم اینجا و حالا اگه ببینیم مثلا یه همچین حالتی در میاد. من میام یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم، یه دونه رکتانگل تول رو برمیدارم، میام اینجا یه مستطیلی به این ابعاد ایجادش میکنم و میام اینو وسط چینش کلا میکنم. حالا بعد این میام از قسمت افکت رمپ رو دوباره سرچش میکنم، میام حالا بهش میدم. خب انیمیت اینم اینجوریه که میام روی این قرار میگیریم، اس رو میزنیم و از این قسمت این زنجیرش رو برمیداریم، میام و اینجا این
انکر پوینتش رو اینجای کار قرار میدیم و یه دونه بهش اینجا کی فریم میدیم. این کی فریم رو میبریم جلوتر و اینجا این گزینه رو 0 قرارش میدیم. حالا من میام اینجا یه دونه تکست لیر جدید باز میکنم و اینجا فقط یه دونه تایپ میکنم درصد و بلندینگ مودش رو باید تغییر بدم به این گزینه‌ای که اینجا میبینید. بعد دوباره یه تکست لیر جدید باز میکنم و اینجا یه عددی صرفاً مثلا 35 می نویسم. حالا که این 35 رو نوشتم میام از قسمت افکت نامبرز رو سرچ میکنم و میگیرم میندازمش روی این عددی که اینجا نوشتیم. فونتش رو انتخاب میکنیم از اینجا، مثلا من دوران میخوام باشه و یه دوران مدیوم و اوکیش میکنم، دست به هیچ چیش نمیزنم. الان که اینجا میبینید یه حالت درست حسابی نداره. واسه اینکه این حالت درست حسابی بگیره اول این رنگش رو سفید میکنیم و اینو که روی نامبر میذاریم، اینو روی 0 میذاریم و حالا با استفاده از پوزیشن اینو یه ذره میایم و اینجوری مثلا جاشو تنظیم میکنیم و میایم از قسمت سایزش رو بزرگ میکنیم. یه دونه به این value offset random نمیدونم چی یه دونه کی فریم اینجا میدیم. یو رو اینجا میزنیم و اینجا مثلا اینو میاریمش اینجا و این عدد اینو مثلا روی 35 قرار میدیم. من روی پروژه اصلی روی 35 قرار دادم. من اینجاشو مثلا باید بیارم اینجا بذارم. حالا اگه ببینید این عدد شروع میکنه از اینجا میشموره، مثلا از 25% اینا میاد جلوتر. حالا این جاشو باید که خودتون تنظیم بکنید. فقط این بلندینگ مودشو باید بزنید روی این دوباره این گزینه. بعد اینکه حالا اینو انجام دادین اینجا باید یه دونه بنویسیم به درجاتی که من میام اینجا یه دونه تکست جدید وا میکنم و میام این پایین این متن رو میبینید که واسه یه دونه انیمیت انجام دادیم. دقیقاً همون انیمیشنی که واسه اون انجام دادیم واسه اینم باید انجامش بدیم. یعنی کنترل سی میزنیم، میام اینجا مثلا توی این قسمت به این به درجاتی هم همون کی فریما رو میدیم که اینجوری مثلا بیا بالا. خب حالا باید پایینش یه دونه معتبره هم اضافه بکنیم. این فونتش رو یه ذره رگولار میکنم که یه ذره از ضخیم بودنش کم بشه. کنترل تی رو میزنم، میام اینجا قرار میگیرم و شیفت و جی رو میزنم که اینا اینجوری با هم دیگه بزرگ بشن و اینو میارمش اینجا. انیمیشنی که واسه این دادیم، همین به درجاتی که اینجا میبینید این دادیم، باید واسه اینم بدیم، ولی با این تفاوت که به این بلر میدیم. اینو باید چجوری انجامش بدیم؟ البته بذار من اینو بلندینگ مودش رو بذارم روی این تا یه کنتراستی با بک‌گراند داشته باشه و میام اینجا انیماتور اینو میدم به این معتبره که اینجوری مثلا بیاد بالا. یه تنظیماتی که باید واسش انجام بدیم اینه که باید بیام از قسمت انیماتور یه دونه این بلرش رو باید سی بکنیم. اگه به هر نحوی این بلر رو نداشتیم یا حالا پاک کرده بودیم میتونیم از اینجا روی این بزنیم، روی این نها، روی این یکی و از قسمت پراپرتی بلر رو بزنید تا این بلر واسهتون بیاد. من حالا میام از اینجا و از قسمت ادوانس اینو میذارم روی کاراکتر که هر یه دونه این حرفی که اینجا هست اون انیمیت بشه. حالا تنها کاری که باید بکنم باید این 35 که اینجاست رو باید پریکامپش بکنم. حالا من میام اینو پریکامپش میکنم و حالا میبینید که اگه رنگش عوض شد اینو بزنید روی این بلندینگ مودی که همیشه قرارش میدیم. حالا همه اینا رو من دوباره میگیرم و اینجا کاتشون میکنم تا اینجا. مثلا میام یه دونه نال ابجکت جدید باز میکنم و دوباره همه اینایی که اینجا رو پرنتشون میکنم به این نالی که اینجا داریم. حالا میام روی این وای میستم و بعد اینکه مثلا این معتبرم تمام شد اینجا میام پی رو میزنم و این پوزیشن رو بعد میدارم و میام یه ذره جلوتر اینو میکشم تا اینجا. البته اینی که الان اینجوری شد به خاطر اینه که من اینو پرنتش نکرده بودم. اگه بیام یه ذره عقب‌تر و اینو دوباره پرنتش بکنم حالا میبینین که همه اینا با هم دیگه کشیده میشن. و من اینو باید یه ذره بیشترم بکشم اینور. خب اینجا ما میایم یه دونه شیپ جدید باز میکنیم و اینجا یه دونه اینو میکشیم، استروکش رو روشن میکنیم، فیل خاموش، این وسطش مینویسیم احترام. که حالا من دیگه نمینویسم که دیگه زمان ویدیو خیلی شد. فکر کنم الان هولوش 1 ساعت و نیم 2 ساعت فقط دارم رکورد میکنم. احترام رو اینجا خودتون مینویسید و اینجا 2 تا فلش، یکی از اینجا میکشید یکی هم از اینجا میکشید. دقیقاً مثل همون فلشایی که اینجا بهتون یاد دادم. اگه ببینید یه دونه فلش اینجا کشیدیم، مثلا اینا هم اینجا کشیدیم، دقیقاً همونا رو میان اینجا پیاده میکنید. فقط الان نکته‌ای که هست یه دونه باید اینجا اون آدمکه رو بیارید. الان من میارم اون آدمکه رو مثلا اینجا قرارش میدین، یه ذره بزرگترش میکنید، میان پشت سر این آدمکه. البته باید به این آدمکه افکت کالرایز هم بدین که این رنگش رو بنفش بکنید،
چون تم کارمون بنفشه. من اینجا میام این الیپس تول رو برمی‌دارم، یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم، اینجا شیفت رو نگه میدارم، یه همچین دایره‌ای میکشم، حالا استروک خاموش، فیل روشن، اینو میگیرم میکشونم پایین این آدمکی که اینجا هست. حالا میتونید به این افکت رمپ هم بدید و از اینجا تا اینجا یه رنگ مثلا این پایین رنگ مشکی تر و این پایین مثلا رنگ بنفش روشن تر باشه. بعدش هم میایین اینجا یه دونه تکست لیر جدید وا میکنید و مینویسین که مال آدم است و همین هم میاد اینجا انیمیتش میکنید. یه دونه هم لایت سویپ میتونید بندازین که از این پایین شروع کنه بیاد این بالا. اگه من افکت لایت سویپ رو بیارم، مثلا افکت لایت سویپ رو میتونم به این بدم، به این رکتانگلی که اینجاست و مثلا بیان به این پوزیشنش اینجا کی فریم بدم، مثلا پوزیشن اول رو بیارمش اینجا، توی ویدیو اصلی اینجا بود. یه دونه یو رو بزنم که کی فریمش رو ببینم، یه ذره بیام جلوتر و اینو از اینجا بگیرم بکشم اینجا. خب بعد اینا حالا یه دونه ترانزیشن دیگه میخوره و ما اینجا آخرین صحنمون رو داریم که من یه آدمک باید بیارم اینجا که خب حالا من اینو آوردم، دوباره باید افکت کالرایز رو بهش بدیم که این قرمزی ایناش بده. حالا من یه ذره بزرگترش میکنم، میارمش مثلا اینجا، یه دونه بهش پوزیشن ساده میدم و از اینجا مثلا اینو میارم میذارم اینجا، اینم میارم میکشونمش تا اینجا. حالا اینا رو میگیرم با هم دیگه، F9 رو میزنم و از قسمت گراف ادیتور اینو میگیرم مثلا همچین حالتی میکشم، یه همچین حالت نرمی مثلا بیاد توی تصویر. دلیلی هم که اینا رو دیگه نمیگم چون 10 بار اینا رو توی همین ویدیو فقط گفت. یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنم و از اینجا این رکتانگل رو برمیدارم و میام اینجا اینو میکشم اینجوری. دیگه از این به بعدش دیگه خیلی ساده است. اینجا مینویسیم پس آدم ها، یه دونه تکست لیر در واقع باز میکنید، کنترل تی رو میزنید، اینجا مینویسین پس آدم ها، بزرگش میکنید، اینجا قرارش میدید، یه ذره بولدش میکنید، در واقع رنگش رو مشکی بکنید و بلندینگ مودش رو همین روی نورمال بزنید. الان اوکی تره. محترماً رو مینویسید، یه دونه خط این پایینش باید بکشید. حالا من بذار اینو دوپلیکیت ازش بگیرم، محترمند، و اینجوری قرارش میدم. از قسمت افکت تا افکت رمپ رو سرچ میکنم و این رمپ رو میدم بهش. حالا بعد اینکه به این شکل درش آوردین، یه دونه شیپ لیر جدید باز میکنید و از این قسمت یه دونه خط اینجوری میکشین. فقط باید فیلش رو خاموش بکنید، استروکش رو باید روشن بکنید. حالا میایین از قسمت اینجا، از قسمت شیپ، از قسمت استروک و از بخش تیپر اینو مثلا سرشو و تهشو اینجوری تیز میکنید. اگه ببینید اینجوری تیز شد. بعد دوباره بهش تریم پس میدید، دیگه خیلی چیز ساده ایه و از اینجا اول صفر میکنید، میبرینش عقب‌تر و اینو صد میکنید و یه همچین حالتی میشه. تمام. فقط مون انیمیت این چیزی که این وسط هست. واسه این کار من میام یه دونه افکت فول کالر گرادینت رو بهش میدم، اینو همشونو میارم اینجاها قرار میدم، میام اینجا مینویسم ولی نظرها الزامن. حالا این اینجوری شد و دوباره یه دونه دوپلیکیت از این میگیرم، اینو میارمش پایین تر، اینجا مینویسم با فونت بولد تر، محترم نیست. اینو حالا مثلا میام روی اکسترا بولد میذارم اینجوری. حالا دقیقاً همون انیمیشنی که به این به درجاتی دادیم، تکست انیمیشنی که واسه اون دادیم، میام اینجا کپیش میکنیم، میایم هم به این ولی نظرها الزاما محترم نیست به جفتشون میدیم. یعنی مثلا ولی نظرها اینجا یه دونه اینجا کپی پیستش میکنیم، در واقع یه زدم میایم جلوتر روی این محترم نیست کپی پیستش میکنیم، ولی نظرها الزاما محترم نیست. این بود هر چیزی که این ویدیو ادیتش نیاز داشت که شما یاد بگیرید. بقیه چیزاش فقط کی فریم دادنه و نرمتر کردن و کلا وقت گذاشتن روی همچین ادیتی. خب این ویدیو هم اینجا تمام شد. اگه سوالی داشتی میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید و اگه دوست داشتی میتونید کانال منو سابسکرایب کنید. دو تا هم ویدیو الان بعد این بهتون نشون داده میشه. اگه دوست داشتی میتونید اونها رو نگاه بکنید و آموزشاشو یاد بگیرید. تا ویدیوهای بعدی فعلا.